میگی ایران خشکه ها. میدونم، اطلاعات دارم، یه چند مدت تو خونه بودم، خبر زیاد خوندم. اینجا رو بکنی آب میاد، باورت نمیشه. این برکه رو میبینی؟ با آلمانی یعنی تایش. 10 تا از اینا توی قسمته، همینجور که راه میری ها هست نگاه، همه جا آب بالا، همه جا. تو تابستون میای دیگه. امسال یکم اینجا خوش شد، خیلی خوش شده بود. اینجا این پشتا همینجور هست اون آخر، اونجا پشت اینجا همه جا آب میره و میاد، از اینجا هم میاد. خیلی قشنگه، میشه پر لک لک اینجا، یا عقاب و کلاغ و پرنده‌های کوچیک، موشای سفید کوچیک، دوست داشتنی آدم، کثیفی و چیا بهش نمیده. یه دقیقه